به نام یاد خدا. سلام وقت بخیر بینندگان خوب مکس میدیا. خدا کنه که جور صحتمند باشین در هر گوشه و کنار دنیا که هستین، حالتون عالی باشه. من همتا سلطان زاده بازم با یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز، امروز آمدیم تا صنعت قالین بافی و قالین سازی در افغانستان را به شما نمایش بگذاریم. لطفاً اومدیم در پالی برادر ما تا ازشان در مورد قالین های دستباف وطنی سوالاتی داشته باشیم. در قدم اول خوب است همراهشان معرفی شم. سلام، شما خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. میشه خود را بر بیننده عزیز معرفی کنید؟ محمد هارون عطار هستم، مسئول قالین فروشی حاجی محمد امین سرخسارم. بله، تشکر. بسیار خوشحال هستم از اینکه امروز در کنار شما قرار دارم. در قدم اول بر ما عزیز بگویید، بر بیننده عزیز، که چطور شد که شما قالین فروشی را آغاز کردین، به چه انگیزه‌ای و چقدر وقت میشه این دکان شما افتتاح کردین؟ تشکر از سوالتان. ما در حدود تقریبا 22 سال میشه که ما فعالیت قالین فروشی داریم. خب ما قبل از او هم فعالیت داشتیم در یه عرصه، چون در ولایات بود و بعض راهنجاری هایی که در کشور بوده در سابق، چون در پایتخت امکانات از این نبوده که قالین فروشی بکنیم. بعد از اینکه حکومت قبلی که به چیز آمد، روی کار آمد، ما در کابل آمدیم در اینجا به فعالیت کردیم. تقریبا 22 سال بله. و در ضمن جواب سوال کدام انگیزه به ما چیز شده که در عرصه قالین آمدیم، چون قالین های وطنی ما شما میفهمید که مثل خودتان ما را به زحمت خواهرای ما و مادرای ما بافت بشه و این جنسا را باید کسی باشه که یاره به جهان و مردم های دیگه ما که دسترسی به قالین ندارن برای از ما نشان بدیم و صادر کنیم که بتونن خریده بتونن و در اتاقای خود در خانه های خود استفاده کنیم. خیلی تشکر. بر ما از بگوییم که تمام قالین‌هایی که اینجا وجود دارد یکیش صنعتی است وطنی است یا نه از کشورهای دیگه هم شما وارد میکنید؟ نه خیر، قالین‌هایی که شما در اینجا تماشا میکنید در کل تمامش قالین‌های وطنی است. قالین‌های دستبافت است، دستبافت شده به زحمت، پشم خالص است. خب ممکنی مواد خام از این پشم از کشورهای دیگه هم وارد افغانستان میشه و در عرصه تولید از این استفاده میشه. مثلا پشم مارینوس است، پشم بلژیکی است، پشم‌های مشهدی است، مثلا بعض پشم‌های دیگه است که از ترکمنستان و افغانستان وارد میشه و از با قالین استفاده میشه و قالین ازش تولید میشه. قالین بهتر هم هست. در این عرصه باز قالین ها در کل کلش وطنی گفتم، چون مواد خام هست که از خارجی میاد. قالین هایی که شما میگین وطنی است و دستبافت، از کدام ولایت ها شما وارد میکنید؟ زیادتر قالین های وطنی ما شما در کندوز، فاریاب، سرپل، دیگه در مزار شریف است، در هرات است، بادغیس است، در این ولایت ها بافت میشه. و در کلی ارزی در هر ولایت ما هر منطقهش تفاوت میشه، تفاوت داره. مثلا در خود ولایت فاریاب اگر ما مد نظر بگیریم، در ولسوالی اندخوی، خانچارباغ، حرمخل، شیرین‌تگاه، در دیگه ولایتش چراغ مثلا، یا اگر در جوزجان ما اگر مد نظر بگیریم در آقچه بافت میشه، در خماب بافت میشه. چون من به خاطر از این برتان ولسوالی‌هایش نامش گرفته رئیسم که قالین‌های متفاوت از صادر میشه و قالین‌هایش متفاوت است، رنگ‌هایش متفاوت است، بافتش، کیفیتش، ظرافتش فرق میکنه. از این بگوییم که وقتی که یک مشتری میآید داخل دکان شما، از چه لحاظ کیفیت قالین را تشخیص میدن؟ چه قسمی میفهمه کدام کیفیتش بهتر است و کدام کشور بهتر قالین دارد؟ مشتری که در دکان میاد، خب ذوق مشتری مختلف میشه، چون هر مشتری که میاد نظر به ذوقش مختلف است. یعنی که قالین‌های سرخ بعض مردم خوش میکنن، سبز خوش میکنن. چون بیشتر ما در سوال قبلیتان گفتم که جنسا که است نظر به هر ولایت، هر منطقه، حتی در رنگ و در حساب و گل و در تمام از این کیفیت‌ها تفاوت میکنه.
مشتری باز دیده باز با ذوق دلشون. کیفیت چه قسمی میفهمن است؟ در حساب کیفیتش دیگه خب بعض مردم هست توانایی بالا دارن قالینای بالا را خرید میکنن، بعض مردم که توانایی خرید قالین پایین ندارن، قالینای نسبتا چون قالین پایین در وطنی ما قطعا نداریم، پایین ترینش هم بهترین است چون سرش زحمت شده، خارای ما سرش زحمت کشیدن، هر قالینی که باخت میشه 8 ماه 9 ماه الی 1 سال در بر میگیره، خب تمامش بهترین است. اما بازم ذوق‌های مشتری متفاوت است او کسایی که مثلا قالینای وطنی را استفاده کرده باشن، همون کسی که قالینای قبلا استفاده کردن کیفیتش هم می‌کنن باز از اون قالین استفاده میکنن، یا بعض مردم است به خاطر که پرده و کوچ و رنگ و اتاق متفاوت است نظر بر رزوم قالین انتخاب میکنن. از لحاظ قیمت باید ما بگویم که از چه قدر قیمت است تا چه قدر میشه حد وسط شده؟ ما در حساب قالین وطنی در حدود جنس‌های متنوع داریم، هم سایز متنوع است. نظر به سایز با قالینا قیمتاش تفاوت میکنه. ما اگر از قالین 1 متر یا الی از نیم متر ما اگر مد نظر بگیریم از $50 یا به افغانی اگر حساب کنیم از 3500 افغانی شروع تا به حدود $2000 به $2000 قالینای است. قیمت هم داریم، ممکن در قالینای باشه که 5 لک افغانی و 4 لک افغانی هم باشه، لیکن و منطقه مثلا جایی که استفاده میکنن متفاوت است. قالینای است که در حدود 100 متر است، قالینای است مثلا سایز خرد داره، قیمت خیلی گران داره چون قالینای قدیمی بودن که حدود تولید شده از اون ممکن 100 سال قبل یا 80 سال قبل بوده باشه، در جمع آثار تاریخی قالینا قیمت داره. شما صنعت قالین بافی و قالین دوزی را شما چه قسمی می‌بینید؟ آیندهش یعنی پیشرفت خود داشته در افغانستان؟ پیشرفت در افغانستان می داشته باشه، بعضی مشکلات‌هایی هست که سرای مردم وجود داره، ممکن دیگه دولت‌ها سر از او باید کار شود، مکتب‌ها با وجود بیاید. اگر بخواه که هر کشور که صنعت خود از دست نتواره یا فرهنگ صنعت قالین که از فرهنگ است در افغانستان، در تمام کشورهای ما حول ما که قالین بافی دارن فعلا از افغانستان ریشه گرفته و از افغانستان آنها تقلید کردن و از افغانستان بافندهایی را خواستن در اونچه بشون تولید بکنه اونا از او یاد بگیرن. و اگر بخواه یک کشور عزیز ما که در این عرصه باید صنعت قالین ماندگار شود، باید تلاش های زیادتر باید شود. مثلا ما در پانتون داریم رشته های مثلا مختلف داریم، باید بس به خاطر از این صنعت قالین رشته های مختلف باید ایجاد شود، باید اساتید برای از این انتخاب شود که مردم باید یاد بده که این رنگ این رقم کیفیت داره، این رنگ رقم است، یا مثلا طریقه بافت از این که چه رقم بافت میشه و نقشه کشی از این چه رقم است. در این عرصه باید یک مکتب وجود داشته باشه که از این مردم تعلیم ببینن و به این شکل صنعت خود از دست ندیم، در آینده بکنیم که یک کشور شکوفا از صنعت داشته باشه. میشه بر ما شما گرانترین قالین میتونه و قیمتی ترین قالین میتونه بر ما نشان بده؟ خوبترین قالین میتونه؟ درست است. اینا رو براتون انشالله که روی صفحه براتون معلوم میکنیم. بس قیمتای هر کدامش هم براتون متفاوت میگیم. خب در این پولو به بینندگان عزیز برشون میگیم که هیچ تشویش نکنن، قالین وطنی ما قطعا قیمت نیست. کسایی که مثلا بود چیز میکنن قالینا قیمت است و یا ترس حراس دارن، قالینایی هست که 100 متر سایز داره یا 50 متر سایز داره و قالینا به درد از بار نمیخوره و قالینایی هست که ما بسیار قیمتاشون مناسب است، قالینایی که وطندارای ما استفاده میکنن. نظر به سوال خودتان که شما کردین، بلندترین قالینی که استفاده میشه 12 الی 15 متر است که از $3000 قیمتش بالا است.
دوستان عزیز میریم قالینا را و رنگاش میبینیم تا آخر برنامه ما را همراه کنیم. دوستان عزیز قالین هایی را که اینجا میبینید با رنگ های بسیار زیبا نماد از فرهنگ زیبای مردم افغانستان است که ما آمدیم چند تا قالین را بر شما اینجا توضیحات میدم و در قدم اول میخوایم بپرسیم که قالینا را میشه بر ما بگویید که از کجا آمده، از کجا وارد شده و در مورد هر کدامش بر ما توضیحات بدید. این قالین که شما قالین به نام مملوک یاد میشه، رنگ کریمیش از این رنگ‌های متفاوت ما داریم و در ولایت‌های مختلف وطن ما شما بافت میشه که در سطح قالین شما میبینید که بافت قرقی ولایت جوزجان است، نقشش مملوک است، رنگ کریمی، 8 رنگ متفاوت اشکال شده، زمین رنگ کریمی است و بافتش که از 10 سانتی از 5 الی 40 هلمک بودنگی است که شما میتونید به شکل درستی تماشا کنید و پشم از این خالص پشم معطل میشه. قالین که شما در پایین میبینید قالین کاشی نقشه است، بافت قرقین است، ولایت جوزجان، کیفیتش بلندترین کیفیت است و بافتش هم که شما در اینجا میبینید که در تصویر میآید 40 هلمک در هر 10 سانتی خوردگی است و رنگایش هم که میبینید 8 رنگ متفاوت اشکال شده و که رنگای طبیعی میباشه و قالینی که در اینجا شما این رو میبینید این قالین که از آینه نقشه یاد میشه، رنگای متفاوت، نقشای متفاوت در هر چوکات که شما مشاهده میکنید رنگای متفاوت و گلای متفاوت در اشکال شده و زمینی از این که نیست و بافتش هم 40 هلمک در دست است و قالین که پایین‌تر در اینجا میبینید این قالین که از بافت مسار است و نقشش با نام علابخمل یاد میشه، رنگش رنگ کریمی است، در این هم رنگ‌های متفاوت، رنگ‌های متنوع وجود داره و بافت از این 50 در 50 10 سانتی 50 هلمک خوردگی است و این رنگ سرخ از این جگری از یاد میشه و مشخصات که در قالین است این مشخصات در این هم داره، فقط رنگ از این تفاوت میکنه. قالینی که در این پایین میبینید این به نام یوسف‌بایی انخوی نقشه یاد میشه که حالا در تمام ولایت‌ها بافت میشه و قبلا در تنها در ولایت فاریاب رسولی انخوی بافت میشه که نقش خیلی بالا داره و بافتش هم خیلی بالاست، کوالیتیش بالاست، رنگش هم رنگ بسیار طبیعی و خوب و یک شیپ بسیار عالی است که در هر اتاق یک معمولی خاص خود میده. قالین پایینه که شما میبینید این قالین بخارای نقشه میگه، نقشه از این قدمات خیلی بالا داره و بافتش خیلی بسیار بافت است، بافت خماب است، در 10 سانتی 40 الی 45 هلمک خوردگی است و قالین پایینگره که میبینید این که از یوسف‌بایی است، رنگ چهارمغزی است، باز رنگ پیازی که از این مکس کار شدگی است، پشم میلچیک است، بافتش هم 50 در 50 است، بافت آبچه است، کیفیتش هم خیلی بالا، رنگ طبیعی. اینه دیگه هر هموطن ما که استفاده کنن کم از کم 50 سال باید دوارش کنید. این قالینه که شما در پایین میبینید این نقش خیلی نو است، به نام گندمی یاد میشه، رنگ‌های متفاوت در این قالین داره. این رنگ که شما در اینجا میبینید کریمی همراه رنگ فولادی است که در این کار شده است. بافت آبچه است، کیفیت خیلی بالا داره، پشمش خیلی بالا، پشم موطن است. قدامتش هم میشه به همه ببینیم که چقدر قدامت داره. این نقشه از این ممکن در حدود 50 سال شده باشه که نقشه از این برآمده. نقشهش به نام چی یاد میشه؟ به نام گندمه، در حاصل به نام دامولایی یاد میشه که در حاصل امروز به نام گندمه یاد میشه. و این نقشه دیگری که میبینید نقشه نو است که تازه روی کار آمده و بافت از این 40 در 40 است، بافت آبچه است. در این هم رنگ‌های متفاوت ما داریم، رنگ پیازی از این داریم، رنگ آبیش است، فولادیش است، باز هر هموطن ما خواهند باز رنگ‌های متفاوت از این به دست آوردن. و این قالینی که شما می‌بینید که در بالا رنگ کریمی از این داشته، این رنگ نیل از است و نقشش آینه نقشه است، بافتش بسیار بالا بافت داره، کیفیتش خیلی بالا، رنگ طبیعی درش کار شده. میتونن هموطنان ما از هر نوع از این در خانه‌های خود استفاده کنند، در دفاترشان، در هر جایی که مثلا قالین مناسب میشه که از این استفاده کنند. و در ضمن این قالینایی که یاد دیدن وطندارای ما که میبینن
این پشم خالص است، کیفیت خیلی بالا داره نظر به قالینایی که مثلا از خارج وارد افغانستان میشه و در کل میتونه که شما از طریق میدیا و رسرچ کنید که از پلاستیک از موادی که میاد جور میشه. قالینای وطنی ما شما با دست بافت میشه، پشم گوسپند است، کیفیتش خیلی بالاست و به صحت نیز مفید میشه. دوستای عزیز خیلی تشکر میکنیم از مهمان نوازی. اینا واقعا مهمان نواز هستن و ما نان آماده ساختن و موشی جان دوستای عزیز قشنگترین قالین ها را شما میبینیم که قالین های وطنی است و بسیار کیفیت بالا دارن نظر به کشورهای دیگه که اینا همچنان صادرات دارن، از اینجا به خارج از کشور میتونن صادر کنن و این بود قالین های قشنگ و زیبایی را که شما دیدین و من بر شما پیشنهاد میکنم که بیاین از قالین فروشی حاجی محمد یونس خریداری کنیم و این بود برنامه امروز ما که تقدیم شما شد. تا برنامه دیگه که دوباره در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.